چون پیامبر صلی الله علیه و سلم این حدیث هم در سنن ابو داود است با سند صحیح از حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که من تشبه بقوم فهو منهم، کسی که به قوم خود را مانند کند او از جمله آنهاست. بنابراین شریعت اسلام ما را از تشبه به چند چیز منع کرده است. شریعت ما را نهی کرده است از مانند شدن به حیوان ها. مثلا فلان عمل را نکنید که چون که این مانندی به حیوان است. الله تعالی ولقد کرمنا بنی آدم، ما فرزندان آدم را احترام کردیم، اکرام کردیم و انسان باید خود را به حیوان مانند نکند. این چنین به شیطان ها. پیامبر صلی الله علیه و سلم با دست چپ نخورید و ننوشید، چون شیطان ها با دست چپ میخورند و مینوشند گفتند. یعنی ما باید به شیطان ها مانندی نکنیم، به شیطان ها، به حیوان ها. این چنین به غیر دین ها، آنهایی که مسلمان نیستند، ما باید با آنها مشابهت نکنیم، مانندی نکنیم، علل خصوص در آن فعل و رفتار و کردارهایی که خاصی آنها هست. و این چنین مردهای امت اسلام خود را باید به زنها تشبیه نکنند، مانند نکنند، و زنها خود را به مردها مانند نکنند. الله تعالی برای هر یکی مردها و زنها صفتهای خاص خود را داده است، فضیلتهای خاص خود را داده است. باید با این چیزی که الله تعالی داده است راضی شوند و خود را به مردها، زنها خود را به مردها و مردها خود را به زنها تشبیه نکنند، مانند نکنند. بنابراین حدیث بسیار تحذیر میکنند که ما باید به غیر دین ها مانند نشویم و جشن گرفتن عید آنها این مانندی به آنهاست.